و این باس خیلی باس سختی، باید خیلی حواستون باشه نزدیکش اصلا نشید، مگر اینکه مجبور باشید مثلا وایلدری برداشته باشید یا کاراکتری برداشته باشید که شمشیری و پوکی و اینا باشه، مثل وایلدر و رایدر، که مجبور باشید از نزدیک بهش ضربه بزنید. این ضربه رو که میخواد بزنید میدونید برید اون سمت کلش، دو تا کله داره این. و معمولا اگه با آیرونای دارید بهش ضربه میزنید یه کلش میفته وسطای کار. این ضربهش رو بپایید، دایره بزنید و اگه با این ضربهش میتونه وان شاتمون بکنه. و من اولتیمم فعلا نگر میدارم و کاری به اولتیم ندارم. و دوباره میخواد این ضربه لیزریه رو بزنه، دوباره میریم ما سراغ این کی کلش، میریم پشتش. این لیزرش هم میتونه وایس شاتمون کنه اگه اون لیزرش بهمون بخوره. حواستون به این نکته باشه. این عزیز دلم الان ما رو چیز کرد، به خاطر اینکه دیگه نمیتونیم حرکت کنیم. وقتی که از این تارهاشون رو بهمون بزنم، این من حرکتم خیلی کند شد، میبینی؟ چون دیگه نمیتونستم فرار کنم مجبور شدم دیگه از اولتیم استفاده کنم واسه اینکه این ضربه‌ای که این باس میخواد بزنه رو دوباره پرید. حواستون باشه این ضربهش میتونه چیز کنه، شما رو وان شات کنه. و یه جا هم از پاشو میکوبه، لای پاش نباید باشید این موقع که پاشو میکوبه زمین. دوباره ما کلهشو میزنیم. خودش هم معمولا یه سمقایی پرت میکنه سمتتون که اگه بهتون بخوره آسیب بیشتری رو به نسبت این یکی‌ها بهتون میده. دوباره میخواد این ضربه رو بزنه، من فرار میکنم میام پشتش. توی باسا معمولا بیشتر از این که شما باید حواستون باشه که بابا به خدا میخوام باسه رو بزنم، زدم تموم شد. حواستون باشه بیشتر به جای اینکه به باس بخواین ضربه بزنید تون تون بزنیدش، مثل گفتم کال اف دیوتی نیست رگبار رو بگیرین روش. بیشتر باید اول سعی کنید اتکای باس رو نخورید و اون اتکایی که داره میده بینشون شما فرصت دارید که به باس ضربه بزنید.